دور رفتار درستش خط بکش، نه رفتار اشتباهش. این فقط یه جمله نیست، یه سبک تربیتیه. مغز کودک تشنه توجهه، حالا چه توجه منفی چه توجه مثبت. همین که توجهش به یه سمتی جذب بشه، اون رفتار توی ذهنش تقویت بشه. اگه همیشه وقتی اشتباه میکنه بهش نگاه کنی، توجه کنی و واکنش نشون بدی، مغزش یاد میگیره که وقتی اشتباه میکنه باید دیده بشه. اما وقتی داری رفتار درستش رو میبینی، تحسینش میکنی و بهش لبخند میزنی، در واقع داری مدار عصبی رو توی ذهنش فعال میکنی که احساس ارزشمندی رو بهش منتقل میکنه. اون وقته که احساس میکنه داره دیده میشه و همین دیده شدن به رشدش کمک میکنه و رفتار مثبتش رو تکرار میکنه. پس دفعه بعد ذره بینت رو بذار روی رفتار درستش، بهش بگو دیدمت، بهت افتخار میکنم. همین جمله ساده پایه عزت نفس فرزندت رو رشد میده.